سلام رفقا، حالتون چطوره؟ داشتون پوریا وست اومده با یه ویدیوی جدید و متفاوت. اجازه بدید قبل از شروع اسپانسر ویدیو رو بهتون معرفی کنم. اگه تو کار ارزهای دیجیتال، ترید کردن، بازار فارکس و اینجور چیزا هستید، یا اگه میخواین شروع کنید و نیاز به آموزش دارید، اسپانسر این ماه ما یعنی بروکر جهانی آرام گروپس جاییه که میتونید بهش مراجعه کنید. لینک سایت و چنل آرام گروپس و اطلاعات تکمیلی رو هم گذاشتم توی توضیحات زیر ویدیو. پس بروکر جهانی آرام گروپس شما رو به دیدن این ویدیو دعوت میکنه. فرصت ها تکرار نمیشوند. بروکر آرام گروپس اولین قدم برای سرمایه گذاری. توی ویدیوی امشب یه داستان ترسناک براتون آماده کردم. شمایی که خیلی شجاعی و در به در تو یوتیوب دنبال داستان و چیزای ترسناک میگردی، این ویدیو مخصوص خودته. ببینم میتونی تا آخر داستان بدون اینکه موهات از ترس سیخ بشه ادامه بدی یا نه. من این ویدیو رو الان دارم تو شب آپلود میکنم چون محتوای ترسناک و حال میده تو شب ببینی. پس اگه واقعا شجاعی هندزفری تو بردار، ویدیو رو پلی کن، برو یه گوشه بشین قشنگ فاز ویدیو رو بگیر. خیلی خب دیگه زیاده گویی نمیکنم، بقیه حرفا بمونه واسه بعد ویدیو. بریم این داستان ترسناک پشمریزون رو با هم بشنویم. مادرم توی تاریکی تغییر میکنه. یادم اون روزا تو گواتمالا بودیم، نزدیک شهر باستانی کایریگوا. من و پدر و خواهرم بیشتر روزمون رو آفتاب میگرفتیم یا میرفتیم توی جنگل و واسه خودمون میگشتیم. اما مادرم که باستان شناس بود، تمام وقتشو توی محل حفاری نزدیک معبد مایه ها میگذروند. تا جایی که من میدونم اتفاقایی که تو اون حفاری افتاد بعدها محرمانه اعلام شد. اما بعد از تعطیلاتی که اونجا داشتیم، زندگی من واسه همیشه عوض شد. رفتار مامانم عجیب شده بود. اون معمولاً با انرژی و زیاد حرف میزنه. اون روز دیرتر از همیشه از محل حفاری برگشت، بی سر و صدا و با یه صورت بیروح وارد خونه شد. حتی شامم نخورد و بدون اینکه به هیچ کدوممون چیزی بگه با همون حال رفت توی اتاقش تا بخوابه. بابا گفت احتمالاً مادرتون خسته است یا به خاطر خورشید گرفتگی که قراره به زودی اتفاق بیفته و ممکنه روی کارش تاثیر بذاره ناراحته. ولی انگار مامان مریض شده بود. حالش اصلاً عادی نبود. اون شب هوا خیلی گرم بود و منم قبل خواب یه عالمه آب میوه خورده بودم. واسه همین نصف شب بیدار شدم تا برم دستشویی. اما هنوز به آخر راه رو نرسیده بودم که یه صدای عجیبی از اتاق مامان و بابا شنیدم. من باید فقط رد می شدم و می رفتم، اما ناخواسته توی اتاقشون رو نگاه کردم. دیدم کنار تخت، همون جایی که مامانم معمولاً میخوابه، یه چیزی توی تاریکی ایستاده بود. یکم نزدیکتر شدم و یهو همه موهای تنم سیخ شد. یه بدن عجیب و غریب و دیدم که کنار تخت ایستاده بود و به تکه های پارچه‌ای که ازش آویزون بود چنگ میکشید. محکم چشامو بستم، با تمام توانم جیغ کشیدم و چراغو روشن کردم. وقتی چشامو باز کردم دیگه خبری از اون بدن عجیب و غریب نبود. مامانم کنار تخت ایستاده بود. رنگش مثل گچ سفید شده بود ولی خود مامانم بود، زنده و عادی. با دست جلوی چشماشو گرفته بود و با صدای گرفته‌ای بهم گفت لطفاً چراغو خاموش کن و برو بخواب. اون شب یه مدت طولانی تو تختم بیدار موندم. به چیزی که دیده بودم فکر می‌کردم. آخرش با خودم گفتم حتما اشتباه دیدم دیگه. همه جا تاریک بود. احتمالاً مامانمو توی تاریکی دیدم و بقیه‌شو فقط تصور کردم. اما روز بعد رسما مشخص شد که حال مامانم خوب نیست. اون نه صبحونه خورد و نه به محل حفاری رفت. انگار مریض شده بود. توی تختش موند و همه پرده ها رو هم کشید و میتونم قسم بخورم که یه بوی عجیبی از توی اتاقش میومد. بوی یه چیز گندیده. بوش مثل زیرزمینای نمناک یا قبرستون بود. بعد از ظهر که شد یکم حال مادرم بهتر شد. البته هنوز رنگ پریده و مریض به نظر می اومد، ولی لااقل از اتاقش بیرون اومده و با همون نشست سر میز شام. هرچند راستشو بخواید من ندیدم چیزی بخوره، فقط بهمون نگاه می کرد. یکم زیادی حواسش بهمون بود. انگار حتی پلکم نمیزد. توی افکار خودش گم شده بود. وقتی مامان اتفاقی از جلوی آینه توی راه رو رد شد،
من دوباره موهای تنم سیخ شد. اون رد شد، ولی انعکاسی که توی آینه دیدم مامانم نبود. فقط یه ثانیه کوتاه بود، ولی من انعکاسشو دیدم. یه بدن در هم پیچیده با چشمایی که یه نور شیطانی ازشون میتابید. انعکاس توی آینه ثابت بود و با یه لبخند غیر انسانی به من نگاه میکرد. نمیدونم چرا همون موقع جیغ نکشیدم. تو عمرم انقدر نترسیده بودم. انگار از ترس فلج شده بودم. وقتی خواهرم لیز دستمو گرفت از اون حالت گیجی در اومدم. مامانم متوجه ترس من و خواهرم نشده بود. رفت پیش بابا و بهش گفت که باید به محل حفاری برگرده. گفت یه تماس ضروری از اونجا باش گرفتن و خوب میشه اگه بابا هم همراش بره. حاضرم قسم بخورم که گوشی مامانم تو کل روز حتی یه بارم زنگ نخورده بود. بیرون خونه هوا تاریک شده بود. بابا قبول کرد باش بره. من و خواهرم توی خونه تنها موندیم. توی سالن روی مبل به هم چسبیده بودیم و نمیدونستیم چه اتفاقی داره میفته. وقتی ساعت 12 شب شد و مامان و بابا برنگشتن، من تصمیممو گرفتم و به لیز هر چیزی که دیده بودم گفتم. رفتار عجیب مامان، اون بدن ترسناک توی اتاق و اون آینه. انتظار نداشتم خواهرم حرفامو باور کنه و بهش حق میدادم، اما لیز گفت که اونم دیدتش. همون موقع تصمیم گرفتیم بفهمیم مامان دقیقاً سر کارش چی کار میکنه. لازم نبود از خونه بیرون بریم. توی گوگل جستجو کردیم و این چیزی بود که پیدا کردیم. مقاله ها نوشته بودن خرابه هایی که پیدا شده با بقیه شهرهای باستانی قوم مایا فرق داره. دانشمندان میگفتن که اونجا زمانی انسانها رو برای خدایان بت پرست قربانی میکردن و بعد از سقوط تمدنشون کشیشایی که زنده مونده بودن خودشونو توی همون معبد مومیایی کردن. حتی خوندن این داستانم باعث میشد حس بدی داشته باشم. به نظر میومد لیزم درست مثل من باشه. رفتیم توی اتاق من، در رو قفل کردیم، با کمد جلوی در رو پوشوندیم و بقیه شبا همونجا گذروندیم. صبح که شد مامان و بابا برگشتن. از صدای ماشین بابا فهمیدم. بعدش در خونه باز و بسته شد و صدای قدمایی که از جلوی در اتاقم رد شدن. وقتی مامان منو لیزو صدا کرد تا بریم صبحونه بخوریم، از صداش احساس کردم که حالش بهتره. دیگه به رنگ پریدگی و خستگی قبل نبود. در واقع برای کسی که کل شب و نخوابیده یکم زیادی خوشحال بود. اما بابا صورتشو از نور برمیگردوند. صبحونه نخورد و در نهایت رفت توی اتاقش و همه پرده ها رو کشید. همون موقع مامان از خونه بیرون رفت. انگار نه انگار بابا داشت عجیب رفتار میکرد. اون رفت سراغ ماشین. از پنجره دیدم که 2 جعبه بزرگ و عجیب و از صندوق عقب در آورد. یکی از جعبه ها بزرگتر از اون یکی بود. مامان جوری جعبه ها رو برد توی گاراژ که انگار نه انگار 2 جعبه بزرگ و سنگین بودن. من و لیز به هم نگاه کردیم. اون از صندلی بلند شد و دوید سمت گاراژ. منم رفتم ببینم بابا تو چه وضعیتیه. اما هیچکی توی اتاق خواب نبود. از صدای آب فهمیدم که بابا توی حمومه. با خودم گفتم احتمالاً زیاد ناراحت نمیشه اگه واسه یه لحظه یواشکی توی حمومو نگاه کنم. چراغ حموم خاموش بود. چراغ اتاق خوابم خاموش بود. آخه چطوری بابا میتونه توی تاریکی حموم کنه؟ اما یهو اتفاقی افتاد که ذهنمو از هر سوالی خالی کرد. از سوراخ در یه بدن در هم پیچیده رو دیدم که کف حموم نشسته بود و داشت تیکه های پارچه رو از بدنش جدا می کرد. مثل گلوله از اتاق مامان و بابا زدم بیرون. دیگه نمیتونستم تو اون خونه بمونم. نه تنها ترسیده بودم، بلکه داشتم از ترس دیوونه می شدم. هیچ راهی به جز فرار به ذهنم نمی رسید. اما درست همون لحظه تلفن توی راه رو زنگ خورد. تلفن رو برداشتم و صدای خسته رئیس مامانم آقای دو رو شنیدم. من اون آقا رو میشناختم. قبلا هر وقت میومد خونمون واسمون جوکای مسخره تعریف میکرد. اما چیزی که گفت باعث شد از وحشت خون توی رگام منجمد بشه. اون گفت قوی باش پسر جون، من توی راهم و به زودی میرسم اونجا. همین الان جسد پدر و مادرتو توی محل حفاری پیدا کردیم. مامان و بابا مردن؟ پس اون 2 نفری که توی خونمون هستن کیان؟ اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که به خواهرم هشدار بدم. انگار پاهم خودشون به سمت گاراژ میرفتن.
خدا میکردم که خواهرم هنوز اونجا باشه که لازم نباشه برم تو خونه دنبالش بگردم، چون امکان نداشت به اون خونه برگردم. دلم میخواست فرار کنم از اون خونه، از اون شهر، از اون کشور. مهم نبود کجا میرم، فقط نمیخواستم با اون چیزی که توی گاراژ منتظرم بود روبرو بشم. اولین چیزی که دیدم این بود که خواهرم روی زمین سیمانی گاراژ افتاده بود، مثل یه عروسک افتاده بود رو زمین. مامان بالای سرش وایساده بود بی حرکت. در یکی از جعبه ها هم باز شده بود. مامان با یه زبون دیگه یه چیزی گفت و یه چیزی که شبیه طلسم بود و بالای سرش برد. توی جعبه یه چیزی مثل یه نوزاد مومیایی شده بود. تکون میخورد و صدای خشخش عجیبی ازش میومد. مومیایی یهو بلند شد و روی لبه جعبه نشست. من یه لحظه پلک زدم و دیدم که به جای اون بدن مومیایی شده که تکه‌های پارچه ازش آویزون بود، لیز اونجا نشسته. لیز واقعی نه، خواهر واقعیم روی زمین گاراژ افتاده بود. یه لیز رنگ پریده و ترسناک که با دستاش صورتشو پوشونده بود تا نور بهش نخوره. من شوکه شده بودم. فهمیدم همه چیز تموم شد. باید فرار میکردم همین الان، قبل از اینکه منو ببینن. اما یه دست قوی شونمو گرفت. صدای گرفته ی پدرمو شنیدم که گفت نفر بعدی تویی. با شنیدن صدای بابا، مامان و خواهرم هم به سمت من برگشتن و هماهنگ با هم یه قدم اومدن جلو. من سعی کردم فرار کنم، ولی دستی که روشونم بود جوری محکم منو گرفته بود که مطمئن بودم جاش کبود میشه. بابا منو به سمت اون جعبه‌ای که مونده بود هل داد. بیچارگی و ترس باعث شد توی بدنم آدرنالین ترشح بشه. با تمام قدرتم دست کسی که خودشو جای پدرم جا زده بود و کنار هل دادم. بی خیال دردشونم شدم و شروع به دویدن کردم. یکم جلوتر پام پیچید و افتادم روی زمین. با خودم گفتم دیگه کارم تمومه. همونطور که زیر آفتاب روی زمین افتاده بودم متوجه شدم که اون موجودات نمیتونن به من نزدیک شن. حتما دلیلی داشت که اینقدر از نور بدشون میومد. من نجات پیدا کرده بودم. به محض اینکه این افکار از ذهنم گذشت، مامانم یه قدم از تاریکی بیرون اومد. با یه لبخند شوم روی صورتش به سمت من اومد. خیلی زود تموم میشه. اون بدون اینکه دهنش تکون بخوره با هم حرف زد. دوباره شروع به فرار کردم. یه بخش از جنگل بود که خوب میشناختمش، اما مامانم، یا بهتره بگم اون موجودی که وانمود میکرد مامانم، سریع بود، خیلی سریع. و برعکس من، انگار دویدن از نفس نمینداختش. در واقع انگار اصلا نفس نمیکشید. درست همون موقع اتفاقی افتاد که اصلا انتظارشو نداشتم. به یه دلیل نامعلوم همه جا شروع به تاریک شدن کرد. من ایستادم و آسمونو نگاه کردم. وای نه، نمیتونه اتفاقی باشه. خورشید داشت توسط یه دایره سیاه پوشونده میشد. خورشید گرفتگی، همون خورشید گرفتگی که بابا راجبش میگفت. وقتی اون سه تا بدن تاریک به هم نزدیک شدن فهمیدم فرار کردن بیفایده است. بی خودی این ور اون ور میدویدم تا بالاخره به لباسم چنگ انداختن و گرفتنم. انگشتای سرد و مردشون روی تنم احساس میکردم که یه نفر منو گرفت و به سمت خودش کشید. من دست و پا میزدم و با همه زورم سعی میکردم فرار کنم. نور خورشید دوباره تابید و من دیدم که آقای دو، رئیس مامانم، منو محکم بغل کرده. اون سرمو نوازش میکرد و به هم میگفت نگران نباش، تموم شد. من هنوز وحشت زده بودم و مدام به جنگل پشت سرمون نگاه میکردم، اما اون سه تا بدن سیاه رنگ ناپدید شده بودن. هیچ نشونی ازشون نبود. فهمیدم که این بار واقعا نجات پیدا کردم، به طور معجزه آسایی، توی لحظه آخر، ولی نجات پیدا کردم. آقای دو منو به خونه خودش برد و قول داد که تنهام نمیذاره. آدم بزرگا داشتن مدارک اداری و راستوریست میکردن و آقای دو هم داشت سعی میکرد موقتاً سرپرستی منو به عهده بگیره. هنوز شوکه بودم. روی زمین نشستم و نگام به دیوار بود. باورم نمیشد که همچین کابوسی واقعی بوده باشه. من زنده موندم، ولی مامان و بابام، خواهرم، حالا چجوری باید بدون اونا زندگی کنم؟ آقای دو منو سوار یک کشتی کوچیک کرد تا اون جزیره رو ترک کنیم و به شهر برگردیم. به خاطر یه عالم دارو که دکترها بهم داده بودن، مغزم به زور کار میکرد. منو توی اتاق گذاشتن و گفتن حواسم به وسایلا باشه.
کشتی شروع به حرکت کرد. حدوداً نصف راهو رفته بودیم که یه موج بزرگ به کشتی خورد. در کیف بزرگ آقای دو که توی اتاق بود باز شد و یه جعبه چوبی بزرگ افتاد روی زمین جلوی من. همونی که مامانم از توی ماشین آورده بود و توی گاراژ قایمش کرد. درست همون لحظه آقای دو رو دیدم که جلوی در اتاق ایستاده. صورتش رنگ پریده و بی حالت بود و همون لبخند آشنای شوم روی صورتش دیده میشد. اون آروم در جعبه رو باز کرد و گفت: من واقعا متاسفم که این بلا سر خونوادت اومد، اما قربانی کردن ضروریه. میزبانان نیاز به بدن زنده دارن. خب رفقا، مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدید. من دارم آزمون و خطا میکنم و براتون ویدیوهای متفاوتی میسازم و شما با لایک ها و کامنتاتون به من میگید که آیا از این محتوا خوشتون اومده یا نه و از چه سبک ویدیویی بیشتر بسازم. پیج اینستای منم این پایین میاد، بی زحمت اونجا رو هم فالو کنید که بتونیم اون طرفم کارهای خوبی بکنیم. و اگه اولین بار کانال منو پیدا میکنی حتما سابسکرایب کن. ویدیوهای خفنی میسازم، حیف از دست بدی.